چطوری بچه؟ من سرن هستم، کانال سرنتویس. خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو من تونستم 300 روز داخل مایکروسافت هاردکور سرای کنم و توی این 300 روز تونستم کلی کارهای خفن انجام بدم. و یه چیزی هم که بگم، آقا مایکروسافت هاردکور چیه؟ مایکروسافت هاردکور اگه یه بار بمیری تمام ریسپان نمیشی و بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو. اول کاری اسممو گذاشتم مایستالا، نمیدونم چرا همچین اسم گذاشتم. بعد رفتم که داخل بازی خیلی خوشحال بودم چون برای اولین بار توی بایوم پلینز چیزی اسپان نداد. معمولا من هرچی مپ میسازم داخل پلین اسپان میده. بعد رفتم دنبال این چوبا و خودم گفتم خیلی هم عالی با همچین سیدی. بعد تولزای استونی و چوبی اوکی کردم، یه قایق اوکی کردم و رفتم دنبال ویلیج و پشمام ریخت. 2 تا ویلیج پیدا کردم که نزدیک یکیشون پیلجر آوتپوست بود که اینجا لوتش کردم. لوت خاصی نداشت. بعد همون تصمیم گرفتم نزدیک یکی از ویلیج‌ها بیس بسازم که همینجا بود. توی کوه ساختم و برای اول کاری همینو ساختم. بعد رفتم سراغ فارما، گیاها اینا. بعد ویلیج‌ها رو لوت کردم و همینطور چستا گاو گوسفند آوردم. بعد رفتم آیرون مان کردم برای اینکه آرمور آیرونی بسازم. اینجا فول آرمور شدم. بعد رفتم ماین کنم دوباره. اینجا یه ریسپانر با چیز پیدا کردم، دایموند. این اولین دایموندم. اینجا دومی رو پیدا کردم که این کریپر رید بهش. بعد اولین پیککس دایموندیمو ساختم اینجا. بعدش برگشتم بس با یه عالم لوت. بعدش دوباره رفتم دایموند فارم کردم، ماین کردم در واقع، ولی نکندم که یه فورچون چیزی بندازم روی پیککسم. اینجا رفتم ویلیجر آوردم بهشون غذا دادم که بتونم باهاشون این چند کار فورچون میگم برم دوباره سر وقت دایموندا. که خوشبختانه بعد 5 دقیقه اینا فورچون بهم داد. انداختم رو پیککسم و رفتم ماین و این همه آیتم گرفتم و فول دایموند کردم خودمو. یه تکونی هم به بیس دادم، پورتال و اینا رو ساختم. بعد رفتم سراغ انچنتیبل. بعدش بقیه تولزای دایموندی. بعدش هم اینجا که اومدم نزدیکای بیس باورم نمیشه یه دونه فارم زامبی اینجا بود. قشنگ همینو الان میتونم تبدیل به فارم کنم. بعد دوباره رفتم سراغ این چند که افیشنسی آیوی پیدا کردم. بعدش تصمیم گرفتم یه تریدینگ هال بسازم که نتیجه شد این. اینجا برای بقیه این چند تا به ایکس پی نیاز داشتم، تو تصمیم گرفتم اسپانر زامبی تبدیل به ایکس پی فارم کنم تا بتونم این چند انجام بدم. اینجا باورم نمیشه چجوری زنده موندم. قشنگ اینجا داشتم میمردم. ویلیجرها این زامبی افتاده بودن روم، داشتم فارم آماده میکردم، حواسم نبود خودم هنوز داخلشم. اصلا نمیدونم چجوری زنده موندم از اینجا. یه لحظه گفتم تموم شد، تدریج من هنوز تمام نشده، من مردم. ولی خودم نمیدونم چجوری اینجا زنده موندم. بعدش حسابی از اینا ایکس پی گرفتم، حسابی از دنشون سرویس کردم. بعدش رفتم این چند تامو انجام دادم، الان ایکس پی داشتم. بعد رفتم ندر تا دنبال ندر فورترس بردم که نزدیکای همون پورتالم یه دونه بود. حسابی لوتش کردم، حسابی بلزراد گرفتم و این وسطام چند تا کله ویدر گرفتم و هم تو اندرپل. بعد برگشتم بیس با حسابی آیتم و رفتم دنبال استرانگل برای کشتن دراگون و استرانگل رو پیدا کردم. چه خاصی نداشت ولی از این اکسولاتلا داشت، پشمام ریخته بود. بعد این کوردینیشن اینجا رو سیو کردم که بعدا بیام اینا رو بردارم. پورتال رو ساختم و رفتم داخل تا حساب دراگون رو برسم. و بالاخره اینجا دراگون رو کشتم. خیلی طولانی بود، نمیدونم چرا من همیشه خیلی سریع دراگون رو میکشم، ولی این یکی برام یه ذره طولانی تر بود. ایکس پی هاشو گرفتم، تخمش رو گرفتم و رفتم دنبال الایترا بگردم. اینجا هم یه خورده از این میوه ها جمع کردم و الایترا گرفتم بالاخره و این کله دراگون هم برداشتم. دوباره الایترا گرفتم. این وسط هم لوت کردم و ویدیو رو اسپان دادم و اینجا یه کار اشتباهی که کردم، ویدیو رو دمیج دادم و از
بدراک اومد بیرون. نزدیک بود اینجا بمیرم. این دومین بار که داشتم میمردم اینجا. و اینجا تصمیم گرفتم برگردم به چند تا گلدن اپل بسازم تا دوباره بیام دهنش سرویس کنم. واقعا ویدر سگ جونی بود. بعد اینکه برگشتم اصلا فهمیدم که اصلا نیاز به گلدن اپل نبود، راحت میشد زدش. که اینجا حتی یه دونه خوردم و بالاخره این ویدیو رو کشتم. حالا اینقدر دهنم سرویس نشده سر یه ویدر. بعدش برگشتم بیس، چند تا انچند انجام دادم که فول انچند بشم. بعد این میوه های اندو کاشتم برای لنترن و اینا. لنترن که نمیگم بشه یه چیزی. دوباره انچند انجام دادم تا امکان داشتم فول انچند میشدم. و اینجا تصمیم گرفتم که رو برم اند فارم اندرمن بسازم برای ایکس پی. پس انچنتیبل با خودم برداشتم. بعد اومدم اینجا در کمال ناباوری. من اینجا یه دونه شالکر داشتم توشون آیتم بود. بعد برقمون رفته بود، دوباره اینجا آیتم دوپلیکیت شده بود. پشمام ریخته بود اینجا. نمیدونستم با این آیتم ها چیکار کنم، بس نگهشون داشتم اون آیتم ها رو و رفتم سراغ ساخت بی. بعد اینکه فارمو ساختم حسابی ایکس پی گرفتم و حسابی زدم تو کار انچند. میشه گفت تا یه حدی فول انچند شدم. بعدش همونو برگشتم بیس. خب حالا من 100 روز اولم گذرونده بودم. الان یه سری فارم نیاز داشتم که اون فارما چی بودن؟ یکی گامپادر بود، یکی شوگرکین بود، یکی آیرون. که آیرون برای بقیه فارما بود، شوگرکین و گامپادر رو برای فایرورک و الایترا می‌خواستم که اینجا آیتماشو جمع کرده و زدم تو کار ساخت همین فارم آیرون فارم. نزدیک تصمیم گرفتم از همین دریاچه رو تو خونه‌مون بسازم. که این هم شون نتیجهش، با اینکه کوچیکه ولی به شدت خوب آیتم میده، چون نزدیک بیس من اینطوری دور میکنم به آیرون میده. بعد رفتم حسابی سنج جمع کردم برای فارم شوگرکین. بعد تصمیم گرفتم همینجا فارمو بسازم و زدم تو کار فارم. خب بالاخره فارم شوگرکین تموم شد و چیز خاصی نمونده بود. فقط باید میرفتم فارم کریپر رو میساختم. یه همین چیزش رو داشتم، فقط باید ترپتور میساختم با چوب و کلی چوب نیاز داشتم. برای همین رفتم حسابی چوب جمع کردم و کلی ترپتور ساختم برای فارمم. بعد رفتم تو دریا و تصمیم گرفتم همینجا فارمو بسازم.
خب یه دونه از فارم گانپادرمون ساخت. حالا چرا میگم یه دونه؟ چون قرار بود من 2 تا بسازم که بریم دومی هم بسازیم بعدش برگردیم بیس. خب دومی هم ساختم، فعلا نمیخواد دفکو کنیم، برمیگردیم بیس تا بعدن برای گانپادر برمیگردیم. خب اینجا برگشتم بیس هم خیلی کوچیک بود دیگه، آیتم نداشتم، مثلا آیتم که داشتم جا نمیشد تو بیس. برای همین تصمیم گرفتم بیس رو بزرگتر کنم داخل تا بتونم آیتم بزنم، اتاق بسازم برای کارام جمع جورتر شه. تصمیم همون کار رو رفتم کل بیس رو جمع کردم. خب اینم شد بیس کار. تنها چیزی که مونی دیزاینشه که هر کدوم اتاقه برای یه کاریه، فقط باید برم دیزاینشون انجام بدم و تمام شه. بعد اینم دیزاین کردم، الان پورتال این شکلی ندر فورترس کردم. بعد اون اتاق جلویی هم که برای خواب و ایناست که فعلا نیاز ندارم چون هاردکوره، زیاد به کار نمیاد اینجا چون خیلی کوچیکه. بعدش بریم سراغ بخش مهم ماجرا، یعنی بخش اتاقای اونور که یکیش برای لوتاس، یکیش برای انچنت و فرنسا، یکیش هم برای ساخت پوشن. این که برای لوتاس چست و اینا توشه، اتاق چست یا هم روم چست به قول خارجی ها. اینجا هم اتاق فرنس انچنت و اینا که دیزاینش اینطوری چیدم، بد نیست زیاد، ذره ساده است. اینجا هم جای لپیزاست دیگه، اینجا هم جای پوشناست. فقط نمیدونم چرا این شدری که من ریختم رفلکس نداره. قدیما همچین بیلدایی میساختم بالا پایین که یکی بود انگار رفلکس هم دیگه است، مثل آینه. ولی الان جدیدن BSL اینطوری نیست، نمیدونم چرا، ولی باز باله. جای پوشن ساختن اینا رو خیلی باحال درست کردم، خوشم اومد. بعد رفتم سند جمع کردم. حالا برای چه کاری سند؟ یه دونه فارم هست تو ماینکرافت هاردکور که باید حتما اول کاری بتونی بسازیش. اون چیه؟ توتم فارمه که اگه یه بار بمیری یکی از توتمات مصرف شه و جون اضافه بهت بده. که کل آیتماشو جمع کردم، فقط بعد میرفتم روی سطح آب میساختمش. اینجا من این فارمو ساختم با اینکه کامل درست انجامش دادم، ولی نمیدونم چرا کار نمیکنه و هیچ ماب اسپان نمیشه داخلش. با اینکه ویلیجر آوردم زیرش ولی هیچ ماب اسپان نمیشه. برای همین یه دونه دیگه ساختم و خوشبختانه یکی کار میکنه و حسابی هم لوتاش خوبه. این فقط برای یه دونه ریده لوتاش، 4 تا توتم و یه عالم امرالد. و بعد از کلی یه چیز رید این هم آیتم تونستم جمع کنم که واقعا یکی از بهترین فرمایی که تا حالا ساختم. بعدش همونو برگشتم به یه دیزاینی به رارو بیسم بدم و یه دیزاین تو ذهنم بود، نمیدونستم درست در میاد یا نه، پس شروع کردم ساختنش. خب این هم شد نتیجه کار، واقعا قشنگه. تا حالا همچین راهرویی نساخته بودم تو عمرم توی ماینکرافت هاردکور و خیلی دیزاینش رو دوست داشتم. هرچند که جاش خیلی بده بیسم، ولی دیزاینش رو واقعا هستم، خیلی قشنگه. خب با اینکه داخل بیس رو درست کرده ولی از بیرون واقعا بیسم زشت بود. برای همین اول گفتم یه ذره اینجا رو تمیز کنم، یه این کوه بردارم، این درخت‌ها رو بردارم بذارم اینجا نزدیکای کوه، یه ذره بیسم تا تمیزتر شه. اینجوری خیلی زشته واقعا این درخت‌ها وسط بیسم. همین اینجا رو حسابی کندم. و نتیجه شد این که الان یه ذره بیسم تمیزتر شد. بعدش رفتم سراغ جمع کردن یه سری آیتم برای فارم بعدی. فارم بعدی میخوام فارم گلد بسازم که ساختم. و فارم گلد یه چیز آیتم که خیلی سخته برای جمع کردنش، تخم لاک پشته
برای فارم که خیلی نیازه. بعد رفتم سراغ پیدا کردن تخم لاک‌پشت که حسابی تخم لاک‌پشت جمع کردم و برگشتم می‌سازم به فارم گانپاودرم و چند تا obsidian فارم کردم و از این بلاک‌ها هم برای ساخت فارم که حتما نیاز بود و بعد از کلی پارگی تونستم کلی آیتماشو جمع کنم. تنها کاری که باید میکردم میرفتم تو ندر، سقف ندر رو سوراخ میکردم و میرفتم بالا سقف ندر و فارم میساختم. اینجا جایی بود که باید سوراخ میکردم، رفتم بالاش و کوردینیشنش رو سیو کردم، چند بار تلاش کردم تا بره بالا. بعدش سقف رو سوراخ کردم و نمردم خوشبختانه. بعدش همون رو رفتم دنبال بایوم ندروست گشتم، چون باید توی همین بایوم بسازیش فارم گلدو، تو بقیه بایوم ها نمیشه ساخت همچین فارمی. خب فارمون ساختم. الان تنها چیزی که میخواد اینه که برم اوورورد و 10% فارمو که مونده اونجا بسازم، چون ماوا که میرن تو پورتال میرن اوورورد میمیرن و لوتاشون اونجا جمع میشه. ما فقط اینجا یفکه میکنیم که نتیجهش هم شد این. البته یه ذره بد ساختم، قرینه نیست چیزه فارمه، یه ذره پورتال از چپ زده بیرون که بعدا فیکسش میکنم. فعلا فارم کار میکنه و تنها کاری که باید بکنم اینه که برم ایفکه کنم و یه ذره آیتم بگیرم. خب من الان یه 10 دقیقه ایفکه کردم، بذار ببینیم چقدر آیتم جمع شده. زیاد ایفکه نکردم، هولوش همون 10 یا 15 یا 20 دقیقه ایفکه کردم. ببینیم این فارم چقدر بهمون گلد میده. بعد یه چیزی هم که هست، من این فارم رو نصفه ساختم، همین یعنی نصفش مونده قشنگ. یعنی اگه نصف دیگه می ساختم راحت یه عالمه آیتم جمع میکرد که آیتماش هم شد این. خیلی خوب و راحت تو هر چست 4 استک گلدین کود بود با گوشت زامبی و همین دو تا آیتم دیگه. کلا همین فارم دو تا آیتم میده. بعد اولین گلدن کرات هم خوردم، افتتاح کردم تو ماینکرافت فورد کنم. اینجا نمیدونم چرا اسکینم اینطوری شد. بعدش همونو رفتم بیس تولزامو ریپر کردم. بعدش حواسم رو درید استارت کردم داخل بیسم که نزدیک بود اینجا بمیرم دوباره برای بار سوم، ولی زنده موندم. ولی خوشبختانه توتم هم داشتم. نگاه توتم برای همچین مواقعیه. بعد بالاخره رید تموم شد که سخت‌ترین ریدای بود تا عمرم پلی داده بودم. بعد اینجا تصمیم گرفتم برم سراغ دیزاین بیس، دیگه فارم چیزی نمونده بود. بعد زدم سراغ دیزاین بیس. اول کاری گفتم اول یه اتاق بسازم بعدش برم سراغ دیزاین، که اتاقو شروع کردم به کنده‌کاری. خب اینم شد اتاق. چیز زیاد جالبی نیست ولی از هیچی بهتری مالی نیست، ولی کاری نمیشد که با این اتاق. همون بهتر گفتم یه اتاق الکی بسازم پرشه. حالا که اتاق ساخته بودم فقط باید میرفتم سراغ فارم، سراغ دیزاین بیز. برای این کار باید حتما کل بیس از اول میکوبیدم و خراب میکردم.
خب اینم بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت حساب یادتون نره. اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و اینم بگم که ویدیوهای بعدی این اپیزود پارت قراره بذارم تو چنلم و حرف دیگه نمیمونه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیو بعدی. خداحافظ.